باز پیش از من اومد، حتی با بالای قبر پدرم. ها سلام پدر، سلام جانم پدر. از روزی که تو رفتی قامتم شکست. محبت بین فرزندانی پدر کاسته شد. برادرانم به من دشمن گردیدن. در یک خانه که همگانمان با محبت زندگی میکردیم، امروز برای من تنگ است پدر. حتی فاروقی نصیحتی کرده ایت بالای دیده ای من است. من از گپی مادرم هیچ گاه بیرون نمیشم.